سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام براتون داستان چرنوبیل رو بگم. فقط قبل از اینکه داستان شروع بشه لایک و سابسکرایب فراموش نشه. شب 26 آوریل 1986 به نظر شب معمولی بود. در آن زمان نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین تأسیسات هسته‌ای در شوروی سابق بود. راکتورهای آن در منطقه‌ای به نام پریپاتی که حدود 10 کیلومتر از مرز بلاروس فاصله داشت قرار داشتند. پریپاتی شهری بود که به طور خاص برای کارکنان نیروگاه ساخته شده بود و زندگی در آن آرام و بیخبر از خطر بود. اما شب آن روز هیچکس نمیدانست که بزرگترین فاجعه هسته‌ای تاریخ در شرف وقوع است. این فاجعه به دلیل یک آزمایش ناموفق آغاز شد. مهندسان و اپراتورهای نیروگاه قصد داشتند آزمایشی روی سیستم‌های ایمنی راکتورهای شماره 4 انجام دهند تا در صورت بروز مشکلات در آینده سیستم‌های ایمنی در شرایط بحرانی قادر به حفظ عملکرد خود باشند. آزمایش باید در شرایطی انجام می‌شد که در آن قدرت راکتور به حداقل برسد تا در صورت بروز اشتباهات آسیب کمتری به نیروگاه وارد شود. اما مجموعه‌ای از اشتباهات و نقص‌های امنیتی موجب شد که راکتورها به سطح خطرناکی برسند. در ساعت 1:23 بامداد با فشار زیاد و دمای بالا راکتور از کنترل خارج شد. در این لحظه بخشی از هسته راکتور به طور ناگهانی شروع به نوسان کرد. سیستم‌های ایمنی که باید وضعیت را کنترل می‌کردند به درستی عمل نکردند و باعث ایجاد شرایطی شدند که هیچ کس نمی‌توانست پیش بینی کند. در یک لحظه چیزی شبیه به یک زلزله بزرگ در اعماق نیروگاه رخ داد. انفجار عظیمی تمام ساختمان‌ها را لرزاند و صفحه‌های فلزی از سقف جدا شدند. شعله‌های آتش و دود غلیظ از داخل راکتور بیرون زدند و در آسمان شب پخش شدند. در آن لحظه دیوارهای بتونی راکتور شکسته و پوشش‌های رادیواکتیو از آن بیرون ریخت. این آغاز فاجعه‌ای بود که نه تنها در سطح محلی بلکه در سطح جهانی آثار و تبعات شدیدی داشت. در ساعات اولیه مقامات شوروی تلاش کردند تا حادثه را پنهان کنند و از اعلام آن به مردم جلوگیری کنند. اگرچه در ابتدا بسیاری از ساکنان پریپاتی هیچ گونه آگاهی از حادثه نداشتند، اما دود سیاه و شعله‌های آتش به وضوح در آسمان دیده می‌شد. مقامات تصمیم گرفتند تا مردم را نگران نکنند و به آنها اعلام کردند که همه چیز تحت کنترل است. این در حالی بود که در واقع سطح رادیواکتیو به شدت بالا رفته بود و تمام منطقه در معرض خطر بود. صبح روز بعد مقامات شوروی به دلیل فشارهای بین‌المللی و گسترش سریع اثرات تشعشعات مجبور شدند وضعیت را علنی کنند. اما تا آن زمان هزاران نفر از ساکنان منطقه در معرض تشعشعات رادیواکتیو قرار گرفته بودند. بسیاری از آنها از جمله آتش نشانان و کارکنان نیروگاه که برای خاموش کردن آتش و کنترل وضعیت به محل حادثه رفته بودند به شدت دچار مسمومیت شدند و در ساعات و روزهای بعدی جان خود را از دست دادند. نیروهای امدادی که برای کنترل شعله‌ها و ممانعت از گسترش آلودگی رادیواکتیو به محل حادثه رسیدند در شرایطی بسیار دشوار قرار گرفتند. آتش نشانان و سربازانی که برای کنترل اوضاع و پاشیدن مواد ضد رادیواکتیو بر روی آتش مجبور شدند در معرض تشعشعات مرگبار قرار بگیرند. برخی از آنها پس از این حادثه دچار بیماری‌های شدید و سرطانی شدند و در نهایت جان خود را از دست دادند. چرنوبیل نه تنها یک فاجعه انسانی بود بلکه به یکی از بزرگترین بحران‌های زیست محیطی تاریخ تبدیل شد. تشعشعات رادیواکتیو در هوا پخش شدند و به سرعت به کشورهای اطراف از جمله بلاروس، روسیه و مناطق دورتر همچنین در اروپا رسیدند. به علت پخش شدن این تشعشعات خاک، آب و هوای مناطق وسیعی آلوده شد و زندگی در آن مناطق به مدت طولانی غیر ممکن شد. دولت شوروی تصمیم به تخلیه منطقه گرفت و به مردم دستور داد تا بدون هیچ تأخیری خانه‌های خود را ترک کنند. بیش از 100,000 نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند، اما تخلیه به قدری سریع و بی برنامه بود که بسیاری از آنها حتی نتوانستند وسایل ضروری خود را بردارند و به جای امن پناه ببرند. خانواده‌ها از هم جدا شدند و در حالی که برای نجات جان خود می‌دویدند. از آینده مبهم و ترسناک خبر نداشتند.
این حادثه نه تنها تأثیرات فوری بر سلامت و زندگی انسان‌ها داشت، بلکه تأثیرات بلند مدتی نیز بر نسل‌های بعدی بر جای گذاشت. بسیاری از افراد در سالهای بعد دچار بیماری‌های مرگبار مانند سرطان شدند و مشکلات ژنتیکی در نسل‌های بعدی مشاهده شد. فاجعه چرنوبیل یکی از بزرگترین فجایع هسته‌ای تاریخ شد و دنیای انرژی هسته‌ای را برای همیشه تغییر داد. این حادثه درس‌های زیادی به جهان آموخت، از جمله اهمیت ایمنی در استفاده از انرژی هسته‌ای و نیاز به شفافیت در گزارش‌دهی به مردم و جامعه جهانی. همچنین پس از این واقعه بسیاری از کشورهای جهان به فکر اتخاذ روش‌های جایگزین و انرژی‌های پاکتر افتادند تا از خطرات مشابه جلوگیری کنند. امروز نیروگاه چرنوبیل هنوز هم در حالت غیرعملی قرار دارد و منطقه‌ای به نام منطقه ممنوع ایجاد شده است، جایی که هیچ کس به آنجا نمی‌تواند برود مگر کسانی که به عنوان محقق یا متخصص در زمینه‌های خاص کار می‌کنند. در دل این منطقه تخریب‌های عظیم و ویرانی‌هایی که هنوز باقی مانده‌اند نشانه از یکی از بزرگترین اشتباهات بشر در استفاده از فناوری هسته‌ای هستند.